اینایی که از قرآن بیخبرند، اینایی که از اسلام بیخبرند، اینایی که از دین محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بیخبرند، از اینا بیشتر از این نمیشه توقع داشت. حالا برای خنده هم که شده، یک کلیپی هست از تقسیم صحابه از دیدگاه یکی از آیات اعظام اینا، یکی از به اصطلاح شیخ مفید زمان دوران، و اگر که در حوزه علمی دو تا در علم رجال متخصص باشن، یکیش هم ایشون هست. این کلیپ رو ببینید، تقسیم صحابه رو از دیدگاه این. مقدمه سوم، آقایان اهل سنت یا حضرات وهابیون معمولا در شبکه ها میخوان صحابه را معرفی کنن، فقط اینها شروع میکنن به بخشی از آیاتی که در مدح صحابه آمده اونها را مطرح میکنن، مثل آیه 100 سوره توبه و سابقون الاولون من المهاجرین والانصار، یا آیه 18 سوره فتح لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره، یا آیه 19 سوره فتح اشداء علی الکفار رحماء بینهم، آیه 19 سوره فتح اشداء علی الکفار رحماء بینهم و امثال این. ولی از نقل آیاتی که در مذمت صحابه آمده خودداری میکنن. خب شما ببینید در سوره مدثر آیه 31 کاملا قرآن صحابه ای که در اطراف نبی مکرم هستند، حتی در مکه مکرمه، به 4 دسته تقسیم میکنه. الذین اوتوا الکتاب، 2 والمؤمنون، 3 الذین فی قلوبهم مرض، 4 الکافرون. در آیه 137 سوره بقره اینم باز یک چیزی تازه ای نیست، این همیشه آیان به قول ملاک قرار میدن، فَإِنْ آمنوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدُوا. دوستان یک کمی دقت بکنن، این آقا میاد آیه ای رو که انسانهای زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رو تقسیم کرده، این تقسیم رو تطبیق میده به صحابه. یک بار دیگه خوب دقت بکنید. مذمت صحابه آمده خودداری میکنن. خب شما ببینید در سوره مدثر آیه 31 کاملا قرآن صحابه ای که در اطراف نبی مکرم هستند، حتی در مکه مکرمه، به 4 دسته تقسیم میکنه. الذین اوتوا الکتاب، 2 والمؤمنون، 3 الذین فی قلوبهم مرض، 4 الکافرون. در آیه 137 سوره بقره اینم باز بله. این از آیت الله اینا، یعنی اون بالاترین درجه علمی که در حوزه علمی میدن به یک آخوندی. الذین اوتوا الکتاب، یهود و نصارا هستن. چه ربطی به صحابه داره؟ شما رو با خدا اینو یک کودک اهل سنت هم میدونه که هر جا در قرآن کریم الذین اوتوا الکتاب ذکر شده، اینها منظور یهود و نصارا هستن. یهود در جزیره العرب زندگی میکردن، در مدینه و در خیبر در اون زمان، و نصارا هم در اطراف جزیره العرب بودن، در مناطق شام امروزی. این یهود و نصارا رو که الله سبحانه و تعالی الذین اوتوا الکتاب از اینا یاد میکنه در یا اهل الکتاب از اینا یاد میکنه در قرآن کریم، این میگه دسته ای از صحابه بودن. والمؤمنون که همه اتفاق داریم مؤمنین هستن. الذین فی قلوبهم مرض، اینها منافقین بودن. ما هیچ وقت نگفتیم که هیچ عاقلی از اهل سنت یا از عموم مسلمان ها نگفته کسانی که منافق بودن اینا جزء صحابه هستن. در مدینه حتی ما در مکه منافق نداشتیم، چون اصلا فلسفه به وجود آمدن نفاق همیشه وقتی به وجود میاد که
اسلام قوت داشته باشه. در دوران ضعف هیچ وقت منافق در جامعه ما نداریم. چرا؟ چون وقتی که اسلام ضعیف باشه، در اون موقع صفها مشخصه، یا صف اسلام هست یا صف کفر است. مثلا آمریکا وقتی که در افغانستان اومد، یکی از خوبیاش این بود که صف اسلام و صف نفاق جدا شد. اون چهرهایی که با چند وجب ریش و عمامه و عبا و قبا سالها در کنار مجاهدین بودن و از نام جهاد و نام اسلام میخوردن، وقتی که اسلام ضعیف شد، مسلمان ها ضعیف شدن، آمریکا آمد، صلیبی ها افغانستان رو اشغال کردن، اینها صفشون مشخص شد. میبینیم که با همون ریش و عبا و قبا رفتن در پارلمان نشستن و به ساز اوباما و اینها رقصیدن. در موقعی که اسلام عزت میگیره، در موقعی که اسلام قوی میشه، در اون موقع میبینیم که همینایی که در دلشون نفاق هست، در دلشون کفر هست، تظاهر میکنن به چی؟ به اسلام. میان در کنار مسلمان ها میشینن، در مساجد مسلمان ها نماز میخوانن، در نمازهای عید و جمعه شرکت میکنن، اما فی قلوب مرض، در قلب های اینا اون مرض کفر هست. ما در دوران مکه که دوران ضعف مسلمان ها بود، دوران ضعف دعوت بود، پیامبر صلی الله علیه و سلم اون قدرت کافی رو یعنی در مکه نداشتن برای جهاد و برای اعلان حکومت اسلامی. ما یک نمونه منافق نداریم. یک منافق مکی نشون بدید به من. کی میخواست در مکه ادعای نفاق بکنه؟ ابوبکر و عمر و عثمان و عبدالرحمن ابن عوف و ابن مسعود و علی و اینا میخواستن ادعای نفاق بکنن؟ چه نیازی داشتن؟ مگر رسول الله صلی الله علیه و سلم در اونجا مناسب توزیع میکرد؟ مگر در اونجا غنیمتی وجود داشت که کسی بیاد تظاهر به نفاق بکنه و از مسلمان ها بهره مند بشه؟ اما وقتی که میبینیم رسول الله صلی الله علیه و سلم به مدینه انتقال پیدا میکنن و در اونجا حکومت تشکیل میشه و تا غزوه بدر ما منافق نداریم در مدینه. بودن کسایی که متردد بودن کسایی که یعنی میخواستن ایمان بیارن، وسوسه های درونی و شیطانی اینا رو نمیگذاشت. اما وقتی که میبینیم غزوه بدر صورت میگیره و مسلمان ها اون ضربات سهمگین رو به کفار مکه وارد میکنن و رؤوس کفر و ائمه کفر در زیر دست و پای مجاهدان اسلام، صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم در میدان بدر به خاک ذلت و رسوایی میافتن و فرعون امت ابو جهل در اونجا کشته میشه، وقتی که فاتحانه لشکر اسلام برمیگرده به مدینه، میبینیم که اونایی که الذین فی قلوب مرض کفر داشتن، اینها اومدن تظاهر به اسلام کردن. اهداف گوناگون دارن اینا. یکی این که از مسلمان ها در امان بمونن، میان به تظاهر به اسلام میکنن. یکی دیگر این که از اون غنایمی که به مسلمان ها میرسه اینا مستفید بشن. به خاطر همین ما یعنی ظاهره نفاق رو ما در مدینه داریم، در مکه نداریم. اما این آخوند جاهل نمیدونه که در مکه منافقی ما نداشتیم. همه منافقینی که بودن در مدینه بودن و اینها کسایی بودن که از ترس تظاهر به اسلام کردن. یکی از صفت‌های اینا چی است؟ تظاهر به اسلام میکنن، منتها هر موقعی که دشمن خارجی به سرزمین اسلامی حمله بکنه، اینا حقیقت و اون مرض داخلیشون رو آشکار میکنن. دیدیم در افغانستان نمونه بارز این رو. تا دیروز همه ادعای اسلام و مسلمانی میکردن. وقتی که آمریکا اومد، همینا رو دیدیم که صفها جدا شد، رفتن و در کنار حکومت دست نشانده و در کنار سربازان صلیبی قرار گرفتن و سیاهی لشکر دشمن شدن. امروز مثلا در تاجیکستان، در ایران، در کشورهای اسلامی خیلی هستن از اینایی که امروز نفاق و اون کفری رو که در دلشون هست در بعضی از کشورها آشکار میکنن و در بعضی از کشورها هنوزم پنهان است. و واقعی که رخ بده، مشکلات جدی که برای مسلمان ها پیش بیاد، حقیقتی این انسان ها رو آشکار میکنه. ول کافرون، یعنی شما رو وقت تصور کنید این آیت الله است، یک آدم عادی نیست. حالا یک شیعه عادی اگر این ادعا رو کرده بود، ما مثلا میگفتیم
حالا نمیدونه، جاهله. اما این آیت الله شما رو به خدا در کدوم دین و مذهب گفتن که کفارم جز صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم محسوب میشه؟ اصلا یکی از ویژگی های صحابه که اهل سنت بهش اعتقاد دارن این است که با ایمان رسول الله صلی الله علیه و سلم رو دیده باشه و با ایمان از دنیا رفته باشه. کسی ولو این که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رو در زندگی دیده، به ایشون ایمان هم آورده، اما بعد از اون مرتد شده و کافر از دنیا رفته، هیچ کس از اهل سنت اونو صحابی نمیدونن. این نمونه ای بود از عقل و منطق این آخوندها که واقعا باید به حال اینا خندید.